کلچه های شکمپر بقلاوایی که خیلی خوشمزه است، هم طعم کلچه و هم طعم بقلاوه. اون روز ویدیوی زیر ماندم و دوستا گفته بودن که طرز تهیه و موادش برشون بگویم، پس بیاین ویدیو رو تا آخر بیننده باشین. تمام موادهایی که من در ویدیو استفاده شده را روی صفحه نوشته میکنم. شما میتونین که ویدیو رو استاپ کنین و او رو ببینین و در کپشن هم براتون نوشته میکنم. دوستایی که میفهمن کپشن در کجا هست میتونین از جبرین بخونین و بگیرین نوتش. تمام موادها رو به این شکل مخلوط میکنین. خمیر که آماده شد گوشه بانی نشه. خمیر هر چقدر دم بکشه اونقدر خوبتر است، اقلا 1 ساعت 2 ساعت. و بعد از این شما میگیرین خمیر به این شکل زغالگکای چوچه آماده میکنین. این رقم چپات میکنین و بعد از اون مواد پسترک آماده کرده بودیم داخلش پر میکنیم. به این شکل آماده میشه. امروی کارت دیزاین میتیم و هر دیزاین که خوش داشتین شما آماده کنین. این دیزاین هم مقبول است و هم بسیار آسان. اگه خوشتان آمد حتما شما هم امتحان کنین. باور کنین که پشیمان نمیشین. تمام کلچه ها رو به این شکل آماده میکنیم و داش را که قبلا در 350 درجه گرم کرده بودیم این رو میمونیم تا که بیریان شون. داشا فرق میکنه، بعضی وقت شاید امکان داره در 15 دقیقه و در بعضی داشا شاید در 20 دقیقه آماده شوه. و اینجا هم شربتش آماده میکنیم. کلچه را گرم که میکشیدیم شربت گرم بالایش اضافه میکنیم تا که خوب بی کلچه را جذب کنه و خوشمزه تر شوه. و بعد از شما امروی پسته مقبول رنگ سبز ایره میگیرین تزیین میکنین و امروی یک کپ قهوه یا چای سیاه نوش جان میکنین. خدا کنه که ویدیو کمکتان کنه. اگه میخواین که نمی رقم ویدیوهای تشریحی و با تمام مواد لازم اینا برای شما بسازم حتما مرا حمایت کنین. ویدیو را لایک کنین، شیر کنین و مرا در یوتیوب هم سابسکرایب کنین. حتما برای عید به خودتان آماده کنین و به دوستایتان هم شریک بسازین. تشکر.